خب سلام. امروز اول مرداده. خیلی تلاطم داشتم و نتونستم فیلمش رو بگیرم، هم به خاطر اینکه خیلی عجله‌ای شد. بخوام مختصر مفید بهتون بگم اینه که من موتورسازی گمرک بودم، موتورم رو بردم درست کردم، بعد آخرم درست نشد. 6 تا متخصص جراح قلب و اعصاب موتور روش داشتن کار میکردن و نتونستن درستش کنن. بعد یه ذره اونجا چون شده پول فوت نمیشد اصلا این فیلم بگیریم، بودو اومدم سمت محل. یه قرار عاشقانه داشتم، سر تایم که رسیدم طبق معمول و اومدم قرار گذاشتم. اونم یه جای خوشگل توی کافه حیات. بار سومه که دارم میام اینجا، ولی تا حالا این قسمتش نشسته بودم. اینم خانومی که باهاشون قرار گذاشتم. سلام خانوم، شما خوبه؟ سپاسگزارم ازتون، ممنون که با من قرار گذاشتی. ممنونم، مرسی براش. دیگه خیلی جای خوشگلیه، شونم که خوشگل‌تر از اینجا. بله یه ذره ریخته صورتم به هم، انقدر تو آفتاب بودم، ولی خدایی جاش خیلی خوشگله. یه ولاگ مختصر مفید از جایی که اومدم. رایسان بوفانو سفارش دادم، قهوه هاشم بد نیست، بیشتر جاشو دوست دارم، جاش خیلی باحاله، ولی پرسنل رو مخی داره، یعنی خیلی رو اعصابم. شما نظری داری؟ من دارم دارین لذت میبرین؟ قشنگه. بعد از 5 سال رو بکنم. بعد 5 سال قرار عاشقانه، اولین قرار عاشقانمون رو گذاشتیم بعد 5 سال. خب دیگه فعلا خدا نگهدار، برم به قرار عاشقانم برسم. غذا سفارش دادیم، خدایی غذاش خوشمزه میزنه و خوشگله. کباب ترش سفارش دادیم، به نظرم چیز جذابی باید باشه. دلتون نخواه برم تو کارش.